چجوری جمهوری اسلامی ایران با همه این تحریم‌های وحشتناک و دندان شکن مدت این سالیان سال توانست سر پای خودش بیسته؟ هیچ کشور دنیا، حتی روسیه، حتی نیم سال نمیتونست با این تحریم‌هایی که سر شما درست کردن سر پای خودش بیسته. بعد ما به این فکر افتادیم که چی شما رو داره نجات میده. اولا چیزی که شما رو نجات داده این مذهبی بودن شما، یعنی خداوند رو قبول داشتن شما، دین رو میپذیرید، خدا رو میشناسید. دوم تمدنی هزار ساله های شماست. این تمدن باعث شده که فرهنگ خانوادگی شما فوق العاده از دیگران فرق بکنه. نکته سومی که به شما نجات بخشیده، خداوند برای شما یک رهبری را، یک شخص فوق العاده بی‌نظیری را برای شما پیشنهاد کرده که اونم رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. اصلا وقتی که من سخنهای ایشون رو میشنوم احساس میکنم که مثل یک پدر صحبت میکنه. احساس میکنم که یک مردی صحبت میکنه که از اون یک نور الهی داره خارج میشه. هر کلمه ایشون به قلب میرسه و مثل یک پیری خیرتمند راه را راهنمایی میکنه و امید را محکم میکنه، وارد میکنه. هیچ کشور دنیا چنین رهبر را ندارند.